اگه زانو درد داری یا مفصلت آسیب دیده، این مکملا و به خصوص روشی که میخوام بهت بگم مشکلتو برطرف و دردتو قطع میکنه. همیشه یک مفصل ساز رو به همراه یک ضد التهاب همزمان مصرف کن. یک مفصل ساز مثل گلوکوزامین، غضروف کوسه یا کلاژن نوع 2 با یکی از این ضد التهابا مثل الارتریت، عصاره سنجت، سلرکس، عصاره دانه کرفس، فسران، عصاره آووکادو و سویا، کرکومکس، عصاره زردچوبه یا سلادرین که عصاره دانه خرما و روغن‌های گیاهی استفاده کن. این پیج تخصصی هم داشته باش، ویدیو هم بفرست برای هر کسی که زانو درد خستش کرده. فیت باشید. درمان ادرار سخت بهترینش خود سیاه‌دونه صبح ناشتا و موقع خواب لیمو شیرین